بینندگان عزیز، هرچی ویدیو کلیپ تا حالا تو MTV دیدید بریزید تو جوب، چون تلویزیون ولایت نماهنگ یا بهتره بگیم نماعری پخش کرده که هر جوونی تو دنیا با دیدن اون از خود بی خود میشه و خودشو پرت میکنه تو آغوش ولایت. این کار توسط عده‌ای از هنروران بسیجی در عرصه جنگ نرم ساخته شده. هنرور که میگم یعنی با هنر ور میرن. اکنون نگاهی داریم به این ویدیو کلیپ هیئتی همچی بسیجی کش که حال جا بیاد. در نماهای اول ما اصلا نمیفهمیم که با یک ویدیو کلیپ مواجهیم. صحنه‌های بسیار آرام را از میدان آزادی می‌بینیم. مأموران گمنام پلیس وایسادن و امنیت بر همه جا حکم فرماست. مردم هم شاد و خندون دارن از زندگی زیر تورم و گرونی حال میکنن. اونایی هم که بیکارن اصلا ناراحت نیستن. راحت کف چمن میدون آزادی دراز کشیدن و وسط روز دارن استراحت میکنن. خلاصه با همین دو نما میفهمیم که زندگی تو جمهوری اسلامی کویت لامصب. تا اینکه ناگهان عده‌ای با چند تا ماشین خفن تخگاز میان تو میدون. وای چه خبره؟ لطفاً دلتون شور بزنه. اینا لباس شخصی هن؟ واسه طرح حجاب و عفاف اومدن؟ نه اشتباه نکنید. از وقتی شیخ فریدون اومده اینا دارن تو حوزه فرهنگ خرقلت میزنن. این گاگوله چه کار داره میکنه؟ داره بسیجی میفرسته میدون مین؟ مگه اینجا جبهه هست؟ آقا ما پاک گیج شدیم. اینجا والفجر 8 یا میدون آزادی؟ او میکسر و میکروفون. این بشکه عجب تیپ رپی داره. این دیجی های لاس وگاس میمونه. اوه این شما و این بیتل های ریشدار بند ولایت. ولی اینا هر چیز رو بیزنن کسی جمع نمیشه. اینجاست که از اولین پایگاه بسیج محموله کمکی میرسه. یک بسته ساندیس یا همون آب شنگولی بسیجی ها. ساندیس کار خودش رو میکنه و حالا ساندیس خورای نظام هجوم میارن. دستگاه های آبگورگیری رو آماده کنید. داریم میرسیم به قسمت هندی کار. منتها اینجا به جای عکس آمیتابھ بچن فیس 3/4 عظما رو بین همه پخش میکنن. مواظب باشین تینیجرها قش نکنن. از اونجایی که طلسم ولی فقیه یه چیزی تو مایه های خاک شیره، نیروهای انتظامی حتی از تجمع بسیجی ها هم زهره ترک میشن و سریع خودشون رو میرسونن تو ویدیو کلیپ. اما بسیجی ها حکم ولی فقیه رو نشونشون میدن تا بفهمن این مشنگا میخوان یه چیزی تو مایه های حماسه 9 دی ضبط کنن. و به این ترتیب اولین ویدیو کلیپ تلویزیون پشت و شیشه به پایان میرسد و حسابی میترکاند. سر تخته بشوننت با این ویدیو کلیپ درست کردنت. این تبلیغ ساندیس بود یا ولی فقیه؟ آقا بسیجی ها رو جمع کن ببرن علی از منکر. اونجا کاراییشون بیشتره. آخر سر هم به سبک کلیپ های مرحوم مایکل جکسون یه بسیجی شوت میره بالای میدون آزادی تا ناله های عظما رو رله کنه.